أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله العزیز می باشد که در قرآن تقریبا 90 بار زیادتر ذکر شده است. الله می گوید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتكبر. العزیز الجبار المتكبر. عزیز در قرآن بسیار عزیز حکیم، عزیز غفور، عزیز رحیم همچنان آمده است که وقتی که به دیگر نام ها پیوست می شود، نام این عزیز با کمالش می افزاید. معنای عزیز غالب می باشد و دیگر معنایش قوی می باشد و دیگر اینچنین صاحبی شأن و منزلت می باشد. چه خیلی که در قرآن آمده است فعزنی بالخطاب، یعنی غالب آمد در هنگام معامله. وقتی که عزیز را می بینیم که فعزنی فی الخطاب، وقتی که در زمان داوود علیه السلام قصه وارد شده است که در سیاق آیت آمده است فعزنی فی الخطاب، یعنی غلبنی فی الخطاب، در هنگام سخن گفتن یا بر من غالب آمد. برای من عزیز معنایش الله غالب می باشد، الله شکست ناپذیر می باشد. و اینچنین عزیز به معنای قوی می باشد که الله گفته است واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث. وقتی که الله به قوم پیامبرها رو میفرستد، وقتی که پیامبرها رو دروغ میشمارند قوم، الله وقتی که پیامبرها پی در پر می آمدند، وقتی که دوم پیامبر آمد نپذیرفتند، دروغ شماریدن، الله میگوید فعززنا بثالث فقوینا، و کمر این پیامبرها رو ما قوی کردیم، دادیم، فرستاندیم، سوم پیامبر رو فرستاندیم. برای این الله عزیز می باشد، عزیز حکیم. الله غالب است و اینچنین به بالای غالبیش حکیم است، کارهای بیهوده ندارد، قانونهایش محکم می باشد. الله می گوید من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. هر کسی که می خواهد که عزیز شود، غالب شود، پس فلله العزة جمیعا، پس عزت از همش از جانب الله می باشد. هر کسی که قانون الله را رعایت می کند، الله او را غالب می گرداند، عزیز می گرداند. الله می گوید واعلم ان الله عزیز حکیم. بدان که البته الله عزیز است و غالب است، شکست ناپذیر است و قوی است. برای این مسلمان باید عزت را از الله طلب بکند، نه اینکه از مردم. وقتی که فرمان الله را فرمانبری می کند، اطاعت می کند، الله او را عزیز می گرداند. پیامبرها رو می بینیم که داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام، ذوالقرنین، بر بالای مشرکان و ظالمان غالب آمدند. کی آنها را غالب کرد؟ الله غالب کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ ها لشکرهایشان کم بود. در جنگ احد 313 نفر بودند، در جنگ بدر 313 نفر بودند، اما در جنگ مشرکان 1000 نفر بود. و در جنگ احد و در جنگ احزاب مسلمانان 3000 بودند، اما کافران 10,000 بودند. با وجود این
الله آنها را غالب کرد. الله عزیز است، غالب است و غالبی را به هر کسی خواهد میدهد. الله میگوید لا یحزنک قولهم فان العزة لله جمیعا. ای پیامبر، تو را سخنهای کافران به غم اندوهگین نکند، البته عزت از جانب الله می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم، دینی پیامبر غالب و پیروز شد. الله میگوید تعز من تشاء، هر کسی رو که الله بخواهد غالب میگرداند. برای همین وقتی که ما عزیز گفتیم، ما بدونیم که اللهی داریم که اللهی عزیز داریم، قوی و غالب، و بندگان صالحش را مقابل دشمن کافران غمگین و خوار نمیگرداند. برای همین وقتی که میگیم یا عزیز، ای عزیز، ما را نیرومند گردان مقابل دشمن. عزیز حکیم، الله عزیز است، حکیم است. ما بدانیم که الله غالب است و حکیم است. اگر نصرت الله بر ما دیر آید، بدانیم که حکمت از پسش هست که الله وقتی که پیروزی را دیر بر بندگانش میدهد، بدانیم که الله حکیم است، به حکمت بر ما پیروزی را دیرتر نداده است، بلکه حکیم است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه دعوت کردند، هرگز غمگین نشدند، اما وقتی که مدینه آمدند، آهسته آهسته اسلام پیروز گشت، زیرا الله حکیم است. این بود نام الله عزیز، شرح مختصری نام الله عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.